روزی که در سور دمیده شود و مجرمان را در آن روز با چشمان کبود حشر می کنیم. بین خیش آهسته می گویند درنگ نکردی در دنیا مگر 10 روز. ما به آنچه می گویند داناتریم، هنگامی که بهترینشان از نظر روش می گوید درنگ نکردید مگر 1 روز. از تو در مورد کوه ها می پرسند، بگو پروردگارم آنها را از ریشه بر می کند و برباد می دهد و آن را همچون میدان صاف می گرداند. در آن هیچ پستی و بلندی را نمی بینی. در آن روز همگان دعوتگر الهی را پیروی می کنند و از آن هیچ انحراف به عمل نمی آید. آوازها از ترس خدای رحمان پخش می شوند و تو جز آوازی بسیار آهسته چیزی نمی شنوی. در آن روز شفاعت سودی ندارد مگر شفاعت کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و از سخنش راضی باشد. چهره ها در حضور زنده به خود پاینده ذلیل می شوند و بیگمان کسی که مرتکب ستم گردیدن ناکام و بینوا شد. پس بلند مرتبه است خدای پادشاه برحق